پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با ضد اوکراین جنگ اعلام کرد. ساعت 5 صبح 24 فوریه به وقت مسکو شبکه‌های تلویزیونی روسیه مراجعتنامه او را نشر کردند. پوتین در این پیام خود از شروع رویارویی حربی ارتش روسیه با ارتش اوکراین و گذرانیدن عملیات حربی ویژه در اوکراین خبر داد. پوتین پیمان حربی ناتو را عیبدار کرد که در قلمرو اطراف ما در سرزمین‌های تاریخی ما انتی روسیه ساخته ایستادند. پوتین گفت به ما امکان دیگری بجز از حمایت از روسیه باقی نگذاشتند و ما امروز از این استفاده میبریم. بر اساس ماده 51 آیین‌نامه سازمان ملل با اجازه شورای فدراسیون من درباره گذرانیدن عملیات مخصوص حربی قرار قبول کردم. پوتین کشورهای غرب و ناتو را از هر نوع کوشش مداخله در این جنگ روسیه به ضد اوکراین هشدار داد و گفت اگر آنها دخالت کنند با پیامدهای روبرو خواهند شد که در طول تاریخ خود باری هم دچار نشده بودند. برابر با نشر مراجعتنامه پوتین درباره ترکش‌ها در منطقه و شهرهای گوناگون اوکراین خبرها به دست رسیده، خدمات مرزبانی اوکراین رسما تصدیق کرد که نیروهای ارتش روسیه هم از سمت دنباس و هم از سمت مرز بلاروس وارد خاک اوکراین شدند. ساکنان درباره مورد حمله قرار گرفتن انشاءات حربی اوکراین، افزایش تیرپرانی از سمت دنباس و همچنین درباره ترکش‌ها در کیف، خارکوف، ادسا، کراماتورسک، بردیانسک خبر میدهند. از جمله در ادسا یک ترکش سنگین رخ داده. در کیف ساکنان در منطقه‌های پزنیاکوف و ترویشنا شاهد ترکش‌ها شدند. شاهدان درباره بمباران شدن فرودگاه شهر لوتسک در مرز اوکراین با بلاروس خبر میدهند. اوکراین در پی آغاز تیرپرانی‌ها حریم هوایی‌اش را بست. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در تمام قلمرو کشور وضع حربی جاری کرد و تصدیق کرد که روسیه به انشاءات حربی و مرزبانی اوکراین حمله کرده است. زلنسکی گفت اقدام پوتین برای جنگ با اوکراین میتواند آغاز یک جنگ گسترده در قاره اروپا شود. زلنسکی در مراجعتنامه پر احساسش خطاب به مردم گفت من از همه شهروندان اوکراین دعوت میکنم که در خانه‌هایشان بمانند. ارتش کار کرده ایستاده است، ما کار کرده ایستاده ایم. به تهلکه داده نشوید. ما قویم، ما به همه چیز تیاریم، ما غلبه خواهیم کرد.